Your 5 judges ringside are from Singapore, Nepal, Australia, Egypt, and Ukraine. In the red corner, please welcome Boltaev Abdul Malik from Tajikistan. فشارش زیاد است ولی باید احتیاط کرد، محافظت کرد. خب صدای مربی مراقب نمیشنوم من، ولی عبدالملک فشار زیر فشار قرار میدهد. لافرا و باز دو ضربه عالی میزند جیب ها و باز یک هوک ضربه کوتاه. اینجا مفید است که اپرکات رو هم استفاده برد از پایان، از زیر جاخ و این کار رو نمیکند، با جیب ها به پیش می رود. همین طریق که حالا میبینیم دست چپ است عبدالملک. بولتاев من با شما گفتم چمپیون دو کرته تاجیکستان، او در جای پرزیدنت تاجیکستان هم سال 2022
اشتراک کرده است و چمپیون گردیده است. این همین عبدالملیک که حالا شما میبینید در اکران های ما. کمی سرعت پستر می شود اما فشاری عبدالملیک خیلی زیاد است. آخرین لحظه های راوند اول. و با ضربه عبدالملیک جنبست می شود. برابر همین ضربه هم یک نقطه خوب گذاشت عبدالملیک اینجا. حالا بیاید توجه میکنیم عبدالملیک بولتاєв ضربه هایی که او زده است در نوارهای آرام چگونه با چشم میرسند، ولی ضربه‌هایش خیلی بیشتر بودند. طرز میبینیم بله همه با یک آواز 10-9 10-8 همه با بوکسچی و عبدالملیک بولتاєв بهای عالی رو میدهند. خب تایلندی ها چی حالا دستوری آخرین از مربیان میگیرد و اینجا مربیان ما هم حالا میگن که تو در صفحه پیش هستی و اکنون همین گونه ادامه ده. اگر او غلبه کند این دویمه غلبه خواهد بود در امروز که باز نفران دیگر رو هم اینجا انتظار هستیم، دو نفر دیگر رو. ولی ببینید تایلندی زود در راوند دوم برتری رو به خود میکشد و دو ضربهش خوب بود اما بله با جیب ها راه میکشد برای خود عبدالملیک. جیب و یک ضربه خیلی خوب، دو ضربه باز یک ضربه دیگر، ضربه ها بالای هم هستند همینطور. باز عبدالملیک بود یک روش خیلی خوب با او میسر شد، یک حالت خیلی زیبا رو با ضربه خوب جمع بست کرد و این ضربه خیلی خوب، این ضربه عالی، جیبهایش خوب میگذارند و اینجا حالا ببینید ضربه کوتاهش هم خیلی خوب هستند با دست راست و با دست چپ. یک ضربه از جانب تایلندی لامفا میگذارد. خب حالا باز ببینید یک لحظه کلینچ کم هستند در این وخوری کلینچ. خوب دفاع میکند اینجا عبدالملیک. این یک ضربه خیلی سخت بود از جانب لامفا. عبدالملیک گفتیم چمپیونی بازی‌هایی که در خوجند برای جام پرزیدنت گذاشت او هست. حالا سری خود رو خیلی پایان خم کرده بود، خود دوبار به این اعتبار نداد ولی کمی هم باشد در این راوند تایلندی خود رو به دست گرفته است. کمی به چنین میرسد که عبدالملیک مونده شده است. نه، ضربه او هم خیلی جالب هستند و این لحظه آخرین بکنی یک ضربه آبداری دیگر و اینجا با همین دو ضربه عبدالملیک جمع بست بشود. اما نمیدونم اینجا که من حالا این لحظه ها رو دیدم فکر میکنم که برابر بود و از دوباران اکنون بستگی دارد که برتری رو با کی میدهند. خب نوارهای تکرار اینجا بله نشون میدن این ضربه از همه عالی ترین بود که میتونست یک ضربه دیگر بله ضربه زد اما دفاع کرد، اگر نه با پشت افتادنش ممکن بود.
رو اکنون ببینید اینجا هم برتری بر جانبی ما است. 10-9 همه 10-9 میدهند، یعنی 2 راوند برای عبدالملیک بولتایف بهترینند. اکنون راوند سیوم است. عبدالملیک قیافش جدی، مربیان هم دستورهای آخرین خود را دادند و اکنون ما و شما باز یک پیروزی را خواهیم دید در صورتی که عبدالملیک تواند دفاع خوب داشته باشد. یا هجوم های پای در پایش که بله اینجا ببینید جیبهایش رو خوب، بله با جیبها نمیگذارد که حریف نزدیک بیاید. پای در پای باز ببینید جیبهای زیبایش با دستی راست. اینجا یک ضربه میگذارد از دستی راست تونفا و ببینید این ضربه آبداری عبدالملیک بولتایف رو. نه اینجا چیزی نشده است با دفاع، اما دستانی پرتافته خوب نیست برای عبدالملیک. عبدالملیک باید دستانش رو پایان نبرد، برای محافظت کردن دشوار می شود. ولی ببینید با دستانی پایان کرده شده و مبارزه میبرد که این خطرناک است، بسیار هم خطرناک است. راوند سوم است. عبدالملیک دستها بالا و کلینچ، همگی 2 مرتبه کلینچ است در این بازی که ما با هم میبینیم. و عبدالملیک حمایتش هم خوب است، اما بسیار وقت دستورش پایان است. چیزی نیست اینجا. اون صداهایی که میشنویم اونها مخلصان تایلند هستند. این در بازی ها در بانکوک جریان دارد. دوستان گرامی شما مستقیما از تلویزیون ورزش تماشا میکنید. لانف از تایلند است که او را دستگیری میکنند، اما عبدالملیک قدرتمندتر از اوست. 1 دقیقه دیگر تا انجام این وخوری است و چی است اینجا؟ Number 3, the referee has called a stop to this contest for the winner in the red corner. بازی رو من کرد دوستان گرامی. عبدالملیک بولتایف از تاجیکستان پیش از مهلت این وخوری را به منفیت خود انجام داد. هرچند ما اونجا گفتیم که بعضی ضربه ها هم از جانب لانف تون بورند بود، اما باکچی ما توانست خود را خیلی خوب نشان دهد و به دور بازی های نیم نهایی رود. این دومین حالتی هست که باکسچی تاجیکستان به دور من بعدی بازی ها در امروز میکنند.